پدر در کجا؟ پدرم مور پرتگی رفتگی. پدر تو نیستن؟ این دیگ از جانب کدام جا مادوختی سن؟ مردم غریب همه درجه انشالله سمیخچه گذاشتگی. از جانب مردم غریب مردم دهه اومدگی در همجا روسن خدمت کردن یک چند تا نان آوردگین حاجی جان؟ 150 دونه. الله برکتش چیه مدت میسوزا انا حاجی انشالله چند منت پس آش میشه که برادرها در همجا بخرن در حق مندوگو باشن برادرایی که در پخش مستقیم نوار تماشا کنین دستگیری کنین یا لایک کامنت دریغ ندارید برای پیشرفت کاری ما که دیگر شخصیت ما بیان در همین کاری خیر سهمی خودشون بگذارن. سلام علیکم رحمت الله برادران نخاران عزیز. امروز درباره یک بیماری صحبت میکنیم که در پوست میشه و این نام داره ویتیلیگو. این نوع بیماری یکی از بیماری‌های قدیمی ترین بوده در لغت به معنای سفیدشوی پوست یعنی پسی میباشد. و سبب‌های اساسی این نوع بیماری دو چیز است. یکی کرمی اسکریت که در جگر می شود و یکی ترسیدن سخت. و طبیبانی که از گیاه دواها آماده میکنند برای بیماری سفیدشوی پوست یعنی برای بیماری ویتیلیگو دو نوع دارو را برای ما و شما پیشنهاد کردند. یکی به نام کارول کوژا که خیلی و خیلی داروی مشهور است و یکی دیگری به نام پیگمنتو که به همراهی تبلیت کشید. اگر شما درباره این بیماری پوست باز معلومات بیشتر گرفتن میخواهید بر رقم‌های در تگ نوار بدن نویسید. در رحمت الله باش. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت و خانواده هستین. امروز حضور داریم در ناحیه فرخار دهه سرخاب. از نام یک گروه انمی مردم ناحیه فرخار باز یک خیر دیگر برای برادران عزیز کردن که ان شاءالله امروز در نوار برای شما ایشان میتیم که خیر از جانب کدام برادرای کی کردگی ان شاءالله. حاجی در متصدی که امروز دیگه موندگی گپ میزنیم همه شفره برای شما معلومات میتونم. دوستان عزیز در حق برادران دعا کنید که چونین خیرها در دهه سرخاب بسیار شوه اولی هم درجه کار دوام داره. برادران عزیز اسپید میکنین ان شاءالله خیرهای شما رو خودمان به درگاهش قبول میکنه. حاجی میم ای متصدی انم برادر عزیز السلام علیکم اکا. خوبی اکا جون؟ اینجا سلامتی خوبن. این افتواق در بیا شروع ببینم. این دیگ از جانب کدام جا دوختی سن؟ جماعت وطن ده حقیقت. ده حقیقت. بنای پیشینش چی میگفتن؟ پراودا. پراودا بسیار مردم که به همین نام بدونن. چند کیلو را ان شاءالله امروز برای مردم؟ 30 کیلو برنج اوش میکنیم. چند کیلو گوشت دوختیم؟ 15 کیلو گوشت. 15 کیلو گوشت. اکای پور چند کیلو سبزیه؟ 60 کیلو. دوستان عزیز این برادر عزیز که در روی اکران میبینین اینامی انم مردم اومدگی اینامی انم نفرایی که در همه کاری خیر سهمی خودشون گذاشتگیان اومدگی هر یک کاری که شریک شدگیان الله به درگاهش قبول گردونه. اینجا دیگه میبینین حاج میریم در قسمت دیگری نوش نعمتی که از انم جماعت برای برادران آوردگیان امروز ضیافت در دهه سرخاب رفتیم. دوستان عزیز اینا الحمدلله اینجا آوردگیان چند تا نان آوردگین حاجی جان؟ 150 دونه. اینا 150 دونه نان که ان شاءالله این بهتر خوبتر میشه. طبق همون آوارای پیشینه که ما کردگیم مردم هم آگاهن که دیگه در کجا دوختگین کوسه هاشون هم میارن میگیرن میرون ان شاءالله در حق شما هم دعاگو میشم اکا جان. هزار رحمت برای خیراتون خداوند باز عیدم زیاد کنه. برادران عزیز جوانای دهه پراودا مردم غریب همه درجه ان شاءالله سمیخچه گذاشتگی. این اکای پور یک برگه میکوش باور که اینا اینجا دا برادرها پیاز شریزه کردی سای اینا خوبچای برنج در همینجا برادرها همش عجایبات رفتی سای ان شاءالله. اینا اوش 90% تیار شدگی هاز یک روش میگردونه با فکرم دمش میدوز یکی پونا اینا این دیگر هازی با چخرک شدگی
باز یک بار خاطررسانی کنم که خیر مردم مهاجر دهه پراوده، یعنی برادرای مهاجر، برادرایی که در وطنن، انشالله همه در این خیر سهم داره. هر کسی که نوار تماشا کنه با خودشون میبینن این برادرها همه همونجا آمدگی در خدمت، فقط در حقشون دعا کنین انشالله که باز همه خیلی خیرات زیاد شوند. اکای پوردن دعا کنین که ای همه وضعیت وازمین هست در همین اکای پور ای گرمی و قدر هوا و دود نگاه کنین انشالله. ماشاءالله برادران عزیز، این اکای پور الکای کورا بود کرده. هاز یک دو سوال اکای پور میتیم. سلام علیکم اکا جون عزیز. ما خوبی اکا تنجی سلامتی خوبه. چند کیلو برنج داختی هازی؟ مثلا 30 کیلو برنج. 30 کیلو. هاز ان شاء الله چند منت پس آش میشه که برادرها در همینجا بخورن در حق منداگو باشن. ان شاء الله با هم شده 50 منت پس آش تیار میشه. دوستان عزیز باز یک بار خاطر رسان کنم که خیری برادرای زاده ناحیه فرخارن ان شاء الله. امید داریم که آش بهتری میشه و صف یعنی خیلی خیر کنو بسیار میشه. اینجا دینا برادر عزیزم سالات تاج کی را ریزه کردسن. اینا الحمدلله سالات ریزه کردسن. تیاری برای تقسیم کردن آش. مردم همه میان باز ببینن که شنیدن کی بود مونن دیدن. خودتون ببینین ای خیر برادران لذت میبرین. میخواین که خودتون در همینجا میبینین بهتر خوبتر میشید. الله برکتون تیا انتظار آشین. سلام علیکم خواهر جان. نام تو چیه؟ فایزیگو. این خونه کیه؟ خونه اوچم. نامش چیه؟ سفروید. سفروید ما. پدر در کجا؟ پدرم مور پرتگی رفتگی. پدرتون نیستن؟ زندگی را مادرتون پیش میبرن. این سال که اومد در خونه شما زلال کرد. خود شما در کجا زندگی کردید؟ خونه چای خونه چیده. قلاور خونه همین جدا مردم سر خوب میدونن. حاج ما از یک برادر خیرخواه با مبلغ 150 سومون کنورت دیگری هستی با شما ان شاء الله امیدیم مادر جان اومد در دست مادر جان برسونین حتما در حق ما دعا کنن مالش در حق هم برادرها اینا فهمیده خدا نگهبان تو. دوستان عزیز الحمدلله اینا اوشا خوی میکنیم اینوی مردم دهه پراوده یک بار همراه برادرایی که امروز از جانب مردم غریب مردم دهه اومدگی در همجا روسن خدمت کردن یک نموشون گپ میزنن در حقشون دعاگو میشیم اوشا با دعای نه که برادرها خوی میکنیم با مردم دهه سرخوب. سلام علیکم اکا جان. نام چی اکا جان؟ نام صادق جان. سلامت باشه اکا. نام شما چی؟ اسرائیل. نام شما چی اکا جان؟ نام شما چی اکا؟ نام شما چی اکا؟ ای شما اکا؟ اکا پور ای شما؟ ای شما چی؟ دورا کی متامه اکام الهی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله مهربانی برادرایی که در مصیبت الله مهربان از مصیبت خلاصشون بگردان. الله مهربان برادرای در مسافرت هستی خیر کردن. الله مهربان از بلاهای زمینی و آسمانی در پناه اسمت نگهبان باش. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. الله مهربان کسانی که خدمت کردن و کسانی خدمت کرده سن الله مهربان دستگیری روز قیامت شون میگردن. آمین الله اکبر. دوستان عزیز الحمدلله که پور شروع کرد. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. بله بی برادر جان خدا دو فی دیگه اکای پور را بیاریم در خرسندیاشون خدمت کنه ان شاء الله دیگری مصیبت بر سر مردم سرخوب نیارن. بسم الله الرحمن الرحیم. ای ماشاءالله عجایبات چیزا اکای پور عزیز الحمدلله. اینا برادران اینا خونه دا کور کیسه نکردم الله برکتشون تینا ماشاءالله چور کس هر تا گوشه نوشمون اینا بسم الله. جان عزیز اینا متصدیو در همجا خدمت کرده سن الحمدلله. اینا هازی 6 نفر بودن. 6 نفر. اینجا چند کس گفت میشینه که 12 نفر اینا بچه ها در همجا رفته سن.
бародаро ҳама дар ҳар хона тақсимот апама бигӣ на апам 4 кас буда иншаалло омаден апата вақт рабочиҳо дар ҳамҷан аллоҳ баракат ки апаҷонина иншаалло дуо метам бо дар ҳаққи ин рабочи дорад дар хона چند کس هم 4 кас ҳақиқати шояд 6 кас ҳастан аллоҳ баракатш тия модад месӯза ана нон шавар дор чишамо چند کس هم 3 نفر бародарони азиз ина нигоҳ кунед ай 3 кило чанд қадар мон бародаро омада гирифта бурдесан миннатдори хило шахсан ба мардуми правда бародарои хайрхоҳ бародарои муҳоҷир ҳар нафаре ки дар ҳамин кор сами хича гузошта мерасонам бародарое ки дар пахши мустақиме навора тамошо кунед дастгирӣ кунед я лайк комментария дареғ надоред барои пешрафти кори мо ки дигар шахсиятиҳоам биян дар ҳамин кори хайр сами хичона бигзоранд барои ҳамин ҳамаи бародаро хизмат дай аллоҳ нигаҳбоншон бошад иншаалло умед дорем ки боз дигар бародарон дар ҳамин кори хайр сами хичона мегзоранд хайр дӯстони азиз то барномаҳои оянда